در بیتوته خودم، در خلوت خودم یک اتفاقی رو صورت میدم که با خودم خلوت میکنم. من خیلی دوست دارم که اگر بشه فرزاد عزیز، بله، ما با هم دیگه یک تبادل اطلاعات بکنیم. تو از فرهنگ بگی، من از موسیقی بگم برای تو. این تأنی در حرکت من از فلسفه بگم، تو از عرفان بگی. میدونم که سواد بالای تو زبان زده خاص و عام هستش و برای من خیلی جذابه که در قابی قرار بگیرم که فرزاد حسنی مجریشه. یه اتفاقی بود که آقای جیرانی، من بهشونم گفتم شما توی برنامه‌تون به بنده توهین کردین. جیرانی من چی کردم؟ شما به بنده توهین کردید. یک مرد 40 ساله رو شما در برنامه خودتون دیوانه خطاب کردید آقای جیرانی. البته اب نداره، من ناراحت نمیشم، شما پیشکسوت بنده هستید. من به تو توهین نکردم. چرا آقای جیرانی؟ من از شما هیچ وقت ناراحت نمیشم و این بحث رو همینجا جمع کنیم و بره پی کارش. به نظر من اتفاق اینجوری بهتر. این دست نداره